آخه این چه شهریه؟ حاکمش دزده، وکیلش دزده، سیدش دزده، پول آدمو میخورن، بعد دست به دست هم میدن، آدمو تو مردم خواه کنن. آخه چرا؟ سلام و صد سلام به همه شما. آقا ما تو چنین شهری هستیم دیگه، شهری که به قول زار محمد تنگسیر حاکمش دزده، وکیلش دزده، وزیرش دزده، سیدش دزده، خلاصه دزد بازاریه. با این حال امیدواریم که حال همتون خوب باشه. امروز یک شنبه 26 شهریور ما باز هم در خدمتتون هستیم و امیدواریم که تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید. شهر من به تو میاندیشم، نه به تنهای خیش، از پس شیش تو رو میبینم که گرفتی مرا در بر خیش. من وضو با نفس خیال تو میگیرم و تو را میخوانم و به شوق فردا که تو را خواهم دید چشم برا میمانم. ما نمیدونیم آخه چه گناهی کردیم که هرچی بدبخت بیچاره در مدار 360 درجه دور دنیا هست، از شرق تا غرب و از قطب جنوب تا قطب شمال رو ما باید بهشون رسیدگی کنیم. از بوداییان جنوب تبت و اخوی‌های نوار غزه تا ممل موش‌های شمال شیلی رو ما باید ساپورت مالی کنیم. آخه ما چه گناهی کردیم سید علی ناقص؟ ما خودمون کم مصائب و بدبختی داریم که شما از حلقوم ما در میارین در مذاق بدبختان سایر نقاط دنیا فرو میکنید. بیا توی نمونه آخرش هم ضیاء هاشمی سرپرست وزارت علوم گفته که امروز مردم میانمار آواره شدند و باید زمینه دانشگاه رفتن جوانان میانماری را در ایران فراهم کنیم. واردات دانشجو از میانمار، بعد دانشجوهای خودمون رو فراری میدن آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان. بابا صدای مجری تلویزیون جمهوری اسلامی هم در اومده. از همه کسایی که 150 نفر رفتین، 150 نفری که رفتن ریاضی شریف خوندن امین محمدی ایرانه، فقط همشون رفتن دچار فرار مغزها شدن. و مشکل مهمتر اینه که ژن خوبای واقعی میرن، یه سری ژن خوب نما اینجا میمونن، ما مجبوریم به عنوان ژن خوب تحملشون کنیم. تا چند سال آینده این شرایط رو ادامه بدیم، اونجا میشه ایران، اینجا میشه خارج. حالا خوبه این آقای هاشمی که با شعار جمع‌تر بخواب هموطن تصمیم به واردات دانشجو گرفته هنوز سرپرست وزارت علومه. احتمالاً اگر وزیر می بود با شعار سرپا بخواب هموطن کل دانشگاه‌های ایران رو پر می‌کرد از دانشجوهای وارداتی. امشب چند شود حتی اگه خوابم لکی دوری یادم بینای شوام بینای شوام. آخ 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 چه کرد این سپاه لامصب، حیرت انگیزمون کرد. اول این رو بشنوین از سرخار حاجی زاده فرمانده هوافضا و بروهای سپاه. ما به مراکز کنترل فرماندهی امریکایی ها در طول این چند سال نفوذ کردیم، حضور داشتیم، میدیدیم کجا رو میبینن، کجا رو میزنن، از کنار چه چیزهایی عبور میکنن، چگونه از داعش دارن حمایت میکنن. همه اینا سنداش هست. اگه یک روزی اجازه داشته باشیم اینا رو منتشر بکنیم، یک افتضاح بزرگی برای امریکایی. وای 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 اوف اوف اوف. خود جیمیز باند هم اینقدر خفن نبوده. چقدر زرنگ بوده این سپاه و ما خبر نداشتیم. نفوذ در مراکز کنترل فرماندهی ارتش آمریکا. کی؟ برادران سپاه. ای وای بر من، اصلا یه جوری بهت زده شدیم با این خبر که یه هفته است داریم میگردیم یه سندی، مدرکی، فایلی، چیزی پیدا کنیم تا به عمق این نفوذ پی ببریم. یاسر محمد، یاسر محمد. یاسر به گوشم. محمد جان، عملیات نفوذ با موفقیت انجام شد آقا. بله من همکنون در موقعیت واشنگتن هستم. مفهومه؟ احسن اخوی احسن. تعریف کن چه خبره در موقعیت؟ 12 تا در سفید رنگ جلومه. محمد جان بگوشی روی درات چی نوشته اونجا؟ یاسر جان نمیدونم
خارجی نوشته. آقا با دقت نفوذ کن ببین داخلشون چه خبره. وارد محوطه شدم. داخلش یه دستگاه کوچیکه که یک دکمه آبی رنگ داره روش. محمد جان دکمه رو با رمز یا امام فشار بده. یا امام. محمد جان سریع عقب نشینی کن آقا. بدبخت نفوذ کردی تو WC استکبار. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know. آیا پول اضافی دارید؟ آیا نمیدانید با پسندازتان چه کار باید بکنید؟ دیگر نگران نباشید. ما راه پسنداز شما را میدانیم. پولهایتان را از زیر تشکهایتان و از داخل قلکهایتان در بیاورید. مؤسسه مالی اعتباری میمالیم با مجوز رسمی از یک ارگان نظامی گردن کلفت. پولتان را در حساب مؤسسه مالی میمالیم بخوابانید و با خیال راحت پی زندگیتان بروید. بله، با خیالی راحت، چون دیگر پولتان وجود نخواهد داشت که نگران آن بشوید. پشت گوشتان را دیدید، پولتان را خواهید دید. پولتان را بدهید تا پولتان را بمالیم. مؤسسه مالی اعتباری میمالیم. هر جا سخن از مالیدن است، نام مؤسسه میمالیم میدرخشد. چرا آخه؟ نه واقعا چرا این آخوندا رو اینقدر دست کم میگیرین؟ این استعدادهای نهفته زیر عمامه رو شما چرا اینقدر دست پایین میگیرین؟ طبق خبرهایی که به دستمون رسیده، جدیداً یه آخوندی در مشهد کشف شده که تا به الان که دارم براتون رادیو اجرا میکنم نزدیک به 147 تا اختراع داشته و اتفاقاً همین دیروز پریروز یکی از اختراعاتش هم لو رفته. چیه؟ ایشون یه یخچالی رو اختراع کرده که تا دمای منفی 25 درجه سرد میشه اما منجمد نمیکنه. جلل خالد الاخوندک المخترع. الان با این اختراع اساس و بنیان و مادر و پدر علوم فیزیک و شیمی و ماوراء الطبیعه کلهم اجمعین در هم دیگه تنیده شدند. گزارش‌های ارسالی از دانشگاه‌های خارج از کشور هم حاکی از اینه که جمیع دانشمندان علوم فیزیک و شیمی از دانشگاه‌ها انصراف دادن و گوشه خیابون‌های اروپا و آمریکا لبو فروشی باز کردن. به نظر میرسه که آخوندا چند وقتیه که متوجه شدن دیگه نون تو روزخونی و مداحی و عقد موقت و استخاره و تسبیح چرخوندن نیست. الان نون تو تکنولوژی و اینجور قدیر جانگولرک بازیاست. بله، ساخت موشک با سیمبوکسل و اختراع جانماز برقی و صلوات شمار الکترونیکی و محصولی جدید و تخیلی با نام یخچال منجمد نکن ساخت حجت الاسلام رفریجریتور من. اسقرزاده بار آخرت باشه دیر میکنی ها. برو بشین. خب بچه ها دیکته امروز رو شروع میکنیم. بنویسین: در قانون اساسی تحصیل برای همگان رایگان است، اما در عمل همه جا پولکی است. اگر پدر و مادری پول نداشته باشد بچهشان نمیتواند درس بخواند. مدارس غیر انتفاعی و دانشگاه ها هم گوش همه را بریدند. آقا اجازه شهریه دولتی یادتون رفت. بنویس بچه، اینقدر حرف نزن. در قانون اساسی تحصیل رایگان حق همه است، اما بهایی ها اجازه درس خواندن ندارند. حق همه است، اما ستاره دارها حق تحصیل ندارند.
حق همه است اما کم حجاب ها حق تحصیل ندارند. حق همه است اما معاندین نظام حق تحصیل ندارند. حق همه است اما برخی که سهمیه کنکور دارند حقشان بیشتر است. آقا سهمیه یعنی چی؟ هیچی بچه جان، به تو نمیخوره. شما دیکتاتو بنویس. بله خوش آمدین آقای مدیر، خیلی خوش آمدین. بله داشتم میگفتم، املا داشتم میگفتم آقای مدیر. بله بنویسین: بنیانگذار کبیر انقلاب فرمودند دانشگاه باید دانشگاه باشد، دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست. کجا کجا صدا کنم رسد صدای ما، خدا خدا فقط به تو رسد دعای ما. مرا صدا کن، مرا دعا کن، فقط دعا کن، مرا دعا کن. خب بریم سخن بزرگان این هفته رو کوتاه و مختصر بشنویم از زبان یک کارشناس فوتبالی که درباره آرتور ویدال بازیکن شیلیایی تیم فوتبال بایر مونیخ اظهار نظر کرده. اونم مطابق معمول در برنامه زنده تیوی ریش. یه جورایی آخوند درونشه که داره کارشناسی فوتبال میکنه. آدم‌های مثل ویدال آدم‌های مخربی هستند که اون شکل ظاهریشون باعث میشه که جوانان ما به بیراهه برن و من شخصاً اگر اختیاری در رده مدیریت سازمان صدا و سیما داشتم به هیچ وجه اجازه نمیدادم بازی‌هایی که ویدال در اون بازی میکنه پخش بشه. دروازه بان بیازه تو رفت توی دروازه، دروازه بان بیازه تو رفت توی دروازه. یه گل بمزه منش بمزه آفک بمزه با پای چپ زد با پای راست زد با سر بمزه از راه دور زد وای از راه دور زد از راه. یه چند سباییه که تو چند تا از این کانال‌های تلگرامی از این فوکل بسیجی‌های آنلاین لشکردوزاری سایبری عضو شدم که ببینم چی تو مغز فندقی منجمدشون میگذره. دیروز یکیشون عکس آلفرد هیچکاکو گذاشته بود و زیرش نوشته بود وینستون چرچیل : اگر فرانسه بمیرد زیبایی خواهد مرد، اگر آلمان بمیرد قدرتمندی مرده است، اگر بریتانیا بمیرد سیاست میمیرد، اما اگر بخشی از خاورمیانه بمیرد خیانت خواهد مرد. دقت کنین، یعنی با این چند کلمه‌ای که در این جمله به کار برد همزمان و به ترتیب به صدف طاهریان، ایربگ پراید، احمدی نژاد و ترامپ، برادران لاریجانی به غیر از محمدشون و ریش مقام جرخورده نظام توهین کرده بود. چی ما رفتیم دایرکت که اخب این چی بود شما نوشتی؟ رفرنس مطلبت کو؟ جواب داده که التماس تفکر. خب التماس تفکر و کوفت، التماس تفکر و درد. تو اصلا میدونی تفکر چیه؟ خلاصه من خسته شدم. این حجم فوروارد و کپی و مطالب تکراری و جملات انگیزشی و هشریشتری و شایعه و دروغ و تمثال بیریخت آقا مقام معظم و قاسم سلیمانی و دیگه نگم برات. آقا یکی لطفاً خونه این تلگرامو به من نشون بده، من میخوام این دکمه فورواردشو به آتش بکشم. ها؟ آره بابا قات زدم قات. قاتم و قاتم 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 و قاتم. با سلام خدمت شما شنوندگان رادیو پیک. آب و هوای امروز کاخ ریاست جمهوری شیخ بری مشابه ماه گذشته ابری و همراه با گرد و غباری از فشار مردم برای حضور بانوان در استادیوم ها گزارش شده. از طرف دیگر همزمان با سفر شیخ بری به نیویورک رعد و برق پراکنده‌ای نیز از سوی پاره شدن تدریجی برجام به زمین دولت شیخ بری اصابت کرده، اما تاکنون گزارشی از میزان تلفات آن منتشر نشده است. دمای هوای میدان پاستور نزدیک به نقطه جوش اندازه‌گیری شده، دمای بیت ولایت 45 درجه بالای صفر. ما هم دلمون خنک شده، فصل پاییز نزدیکه و آرزو می‌کنیم که دلتون بهاری و سرسبز باشه.
در پایان بی مقدمه تصور کنید که دیگه هیچ دکونی به نام ژن خوب آقازادگی وجود نداشته باشه. دیگه هیچ دانشجویی به خاطر پدر یا مادرش جلوتر از شما وارد دانشگاه نمیشه و باید مثل شما رقابت کنه. نفس عمیق. دیگه تو هیچ اداره و ارگانی کسی به خاطر دم کلفتی و پشتگرمی به فلان حاج آقا از هیچ امتیاز ویژه‌ای برخوردار نیست. همه به یک اندازه ترقی میکنن و بستر پیشرفت برای همه به یک اندازه وجود داره، چون هیچ فردی از رانت ویژه آقازادگی برخوردار نیست. نفس عمیق. امکان بورسیه شدن برای همه یکسانه، چون دیگه هیچ دانشجویی از سفارش‌های وکیل و وزیر و معاون